دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو روز 16 آگوست سال 2024 درخواست تفتیشات را در مورد تمدید زمان حبس 4 متهم اساسی در حمله خونین به تالار کنسرت های کراکوس را تمدید کرد. دادگاه پوشیده گذشت و مردم را تنها به قسم قرائت حکم را دادند. عیب دارشوندگان به تالار تحت رژیم خیلی شدید می درآوردند و می برآوردند. بنا به مشاهده ژورنالیستان در دست و پای آنها زولانه های زنجیرپیچ زده شده بود و آنها تنها در حالت نیم خم حرکت می کردند. تلگرام کانال دادگاه شهر مسکو خبر داد که دادگاه زمان حبس رجب علیزاده سید اکرم، فیضوف محمد صابر، فریدون شمس‌الدین و دلیرجان میرزایف را برای 3 ماه یعنی تا 22 نوامبر سال 2024 تمدید کرد. به این ترتیب از زمان بازداشتشان در سنه 23 مارس این 4 نفر کمش 7 ماه و 28 روز در پس پنجره خواهند ماند. به بالای این دادرس ایوگنی نیکولایف گفت که به عیبنامه آنها در برابر دیگر اتهامات تروریستی باز 2 اتهام نو افزوده شده است: تعلیمات تروریستی گرفتن و عضویت در سازمان تروریستی. دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف بر اساس قسم 2 ماده 205 به عضویت در سازمان تروریستی و بر اساس ماده 205 قسم 3 کودکس جنایتی روسیه به تعلیم گرفتن با مقصد انجام دادن فعالیت تروریستی عیبدار می شوند. گفت ضمن قرائت قرار دادگاه خانم نیکولایوا در مواد پرونده گفته می شود که این 4 نفر عضو سازمان تروریستی ولایت خراسان بودند. محض این سازمان که پایگاه اساسیش در افغانستان جایگیر شده است و آن را شعبه شرقی داعش نیز می نامند، مسئولیت حمله تروریستی شام 22 مارس سال 2024 در شهر کراسنogorsk را به دوش گرفت. آن شام 4 حملهگر مسلح وارد تالار کنسرت های کراکوس تیال شده ازدحام تماشابینان به کنسرت گروه موسیقی راک پیکنیک آمده را خود سرانه تیرباران کردند. در نتیجه 145 کس کشته شد. مقامات روسیه میگویند که در رابطه با این حمله خونین بیش از 20 نفر را دستگیر کردند. قریب همه آنها از جمله 4 نفری که تفتیشات حملهگر اساسیشان میشمارد زادگان تاجیکستانند. متاسفانه وقتهای آخر زادگان تاجیکستان به یک نیروی اساسی ضربه‌زن برای داعش و ولایت خراسان تبدیل یافتند و چندین حمله آخرین این گروه تروریستی در کشورهای گوناگون با دست جنگجویان تاجیکستانی انجام داده می شود.